دادگاه دوم حوزه حربی غربی روسیه ساکن 33 ساله شهرک نخی بنوی نویه کراسنگورسک ولایت مسکو مادر 4 فرزند 3, 6, 9 و 13 ساله اناستاسیا تروشکینا را شرطاً به 5 سال زندان محکوم کرد. دادگاه او را طبق 2 بند کودکس جنایتی روسیه یعنی اشتراک در فعالیت سازمان تروریستی و فعالیت های تروریستی گناهکار شناخت. حد اکثر حکم بر اساس این 2 بند قانون روسیه تا 20 سال زندان بود، ولی دادگاه مادر 3 فرزند بودن تروشکینا و مستقیما در جنگ ها از جانب داعش اشتراک نکردن او را به انابت گرفته است. بر اساس مواد پرونده تروشکینا سال 2014 همراه شوهرش شهروند تاجیکستان و کودکان خردسالش توسط ترکیه به سوریه و از آنجا به عراق رفتند. شوهر او در صف سازمان تروریستی داعش می جنگید و تروشکینا به جنگجویان خدمت می کرد، از جمله لباس آنها را می شست و زخمیان را طبابت می کرد. سال 2019 بعد زخمی شدن شوهر اهل این عائله از عراق به استانبول رهسپار شدند تا که به روسیه برگردند، ولی آنها را در مرز مقامات امنیتی ترکیه دستگیر و به تاجیکستان استرداد کردند. تروشکینا شوهرش را در تاجیکستان مانده روز 18 مارس سال روان از دوشنبه به مسکو برگشت، ولی او را راست در فرودگاه دمدیدوو کارمندان فسب پیشواز گرفتند. مقامات تاجیکستان میگویند 80% این جنگجویان تاجیک هنگام مهاجرت کاری در روسیه به دام فریب مبلغان به نام جهاد افتادند. متاسفانه صدها نفر آنها همراه خود زن و فرزندانش را هم به این کشورهای جنگ زده بردند. بنا به حسابها حالا تنها در 2 اردوگاه در سوریه که زنان و فرزندان جنگجویان تاجیک را نگاه می‌دارند بیش از 500 نفر از زنان و فرزندان جنگجویان زاده تاجیکستان نگاه داشته می‌شوند. هفته گذشته سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدزاده در دمشق با مقامات سوریه مسئله به تاجیکستان برگردانیدن این زنان و کودکان تاجیک را بررسی کرده است.